پس امروز وقتی شوهرای ما ایدر میگیرن باید ما چهره کشاده داشته باشیم، باید ما تازه باشیم، باید ما خوشبویی داشته باشیم که وقتی شوهرای ما امروزها در همه کوچه های ما چرخ میزنن، خصوصا در مرشدگاه میشنن، تمام نمودی همین سینه های زنها تماشا میکنن، تمام نمود شد. هم مرشدگاه یک بار ای سنشین تا او سنش رو هم خزنی میدروید دخترای و زنکای و چی خیلی باشه به حاضر تماشا میکنی، خم نشیده. اگر خم شید تا نافاش میبینید. پس اگر زن که زینت داشته باشه، زیبایی داشته باشه، خوشبویی داشته باشه، همون مرد همون زنها دید چشمش میکنه میگه این زیباتر در خانه دارم. وقتی که شوهرایی که زن میگیرن مقابل نشان میکنن با زنهای خود، من فکر میکنم اول گناهگار ما زنها خودمون هستیم. اگر ما نسبت به شوهر مهربان باشیم، اگر ما نسبت به شوهر پاکیزه باشیم، خودمون احتیاط کنیم از تمام مثال دیگر و دیگر کارها، الحمدلله شوهر ما را انشاءالله که حرمت میکنه. وقتی که بیچاره شوهر در جگه یک بار دست دراز میکنه، به همون بوی عرق و به همون بوی گاو و مال و دیگر با بیچاره چند بار اوس خورا خودم بفره. دیگه چقدر ما زنها مقابل نشان میکنیم که میگه پروردگار که اگر زنی که شوهر خود با رفتار خوب، با بازی‌های عاشقانه میگه، شب میگه او دعوت او را میگه قبول کنه، او را رضا کنه، میگه تمام پرنده ها در آسمان، تمام ماهی‌ها در دریا، تمام مخلوقات روی زمین میگه رحمت میفرستن بر همین زن تا صبح. اگر مبادا میگه در همین شب همین زن عمرش باقی نباشه و از دنیا گذره، الله او را جنتی میکنه. وای بر حال زنی که همون شب دعوت شوهرش رد کرد و تا صبح او شوهر خودش میدونه چگونه خواب میشود و تمام همین ماهی‌ها و پرنده ها و مخلوقات روی زمین و هم آسمان میگه برای همین زن لعنت میفرستن. نعوذ بالله. اگر مبادا همون زن همون شب دنیا گذاره، نعوذ بالله او دوزخ میشه. پس خواهران مادران، دقیقه کار این یگان میگه که در حقیقت کردن حال از خدا شرم دار، شرم دار. چیزی که الحمدلله از شریعت به ما و شما آمده رسید، ایجای شرم داشتن. آنی که میگه وقتی که حضرت رابعه میگه سوال کردن که برای چی شوهر نمیکنی و توی قدر یک زنی با تقوا هستی و سه عالمی که میگه نزدش آمد گفتن که بیا که شوهر ده برو، تو خود میدانی که الله میگه بهترین زن همون زنی هست شوهر داره، بهترین مرد همون مرد هست زن داره، پس بیا که به شوهر برو. میگه سه سوال میکنیم، اگر در سوالام جواب که یکی از شما انتخاب میکنیم. و میگه عالما که قدر عالمی همون زمانه بودن فکر کردن که در سوالای حضرت رابعه پاسخ گفته میتونن و گفتن که بگذار. و میگه گفت سوال اول من همینه که شما خود میدونه که حضرت آدم علیه السلام میگه پروردگار خلق کرد و میگه در حالتی که میگه با او را خلق کرد، میگه روح‌های نزد او میگه دعوت کرد و گفت که روح‌ها بر حضرت آدم سجده کنه و در این حالت میگه روح‌ها دو قسم شدن، قسمی از جانب دست راست و قسمی از جانب دست چپ و قسمی از جانب دست راست بوده میگه سجده کردن و قسمی از جانب دست چپ بوده میگه سجده نکردن. شما خود میدونه که آنانی که سجده کردن جنتیان، آنانی که سجده نکردن دوزخیان. پس گفت شما بگویید که آیا در اون حالت روح من و شما از جانب دست راست بود یا از جانب دست چپ؟ و عالما میگه عاجز ماندن و گفتن که یا ربیه این علم غیبه، اینا به جز الله کسی نمیدونه. پس گفت سوال دیگه منو گوش کنه. گفت وقتی که همه ما و شما را در حالتی که ملک الموت به سوی قبض جان ما و شما میبیا، در همین حالت گفت شیطان عزازیل گفتن به سوی قبض ایمان ما و شما میبیاید. در این حالت شما بگوید که ایمان من و شما در همین حالت از چنگال شیطان لعین گفت نگهبان میشه یا نه؟ عالما گفتن باز هم عاجز، باز هم گفتن که ما نمیدونیم. این سوال تو را به جز الله گفت کسی نمیدونه. گفت که نباشم سوال سومی من گوش کنه. گفت که وقتی که من و شما یا جان من خداوند قبض میکنه میگیره به واسطه ملک الموت، گفت وقتی که ما را در قبر میمونن در سوی گفتگ ما دو ملائکه میبیا برای سوال و جواب میگه. در این حالت میگم
نامه اعمال ما و شما آیا با دست راست داده میشه یا با دست چپ؟ عالما گفتن که اینم علم غیب است و جز الله ایرا کسی نمیدونه. گفت نباشم، گفت در روز قیامت وقتی که گفت همه دنیا به آخر میرسه و دو گروه تشکیل میشه، گروه از جنتی ها و گروه از دوزخی ها، شما گویه که من و شما در گروه جنتی ها یا در گروه دوزخی ها؟ عالما گفتن یا رابیه سوال های تو همه علم غیبه، ایرا گفت به جز الله ما کسی نمیدونه. رابیه گفت پس بگویه، گفت عقل چند نوع است؟ گفتن 10 نوع. چند نوعی آن؟ گفتن در زن چند عقل. گفت چند جزء داره؟ گفت 10 جزء. گفت چند جزء عقل در زن، چند جزء آن در مرد؟ عالما گفتن 9 جزء عقل در مرد، 1 جزء آن در زن. گفت آره. پس گفت بگویه که نفس شهوت چند جزء داره؟ گفتن 10 جزء. رابعه گفت چند جزء شهوت در زن است و چند جزء شهوت در مرد؟ عالما گفتن 9 جزء شهوت در زن است، 1 جزء آن در مرد. پس گفت من با همین 1 جزء عقل، 9 جزء شهوت، به همین سوال هایی که به شما دادم قدر معینه من عقل من عذاب میکنه، چگونه من فکر دنیا و فکر شوهر کردن کنم؟ عالما همچنان از خود شرم کردن و از نزد خانه رابعه رفتن. پس خواهران، ما که زن هستیم هرگز ما باید خودمون پست حساب نکنیم. زن و مرد الحمدلله هر دو بنده الله هستند. زن به مرد نمیتونه، مرد به زن نمیتونه، زیرا که خالق ما و شما الله یگانه است. اگر او خالق که در بین صفاتاش عالم است الحمدلله با علم خیش بنده خلق کرد، اگر میدانست که زن به مرد میتونه، مرد به زن، یک مخلوق خلق میکرد، فقط مرد یا زن خلق میکرد. اما که این دو مثال مخلوق خلق کرد، اینش به اینش نمیتونه، اینش به اینش. بسیاری مردها میگن زن عقل کوتاه داره و موی دراز. ما باید هرگز به این سرخم نباشیم، زیرا که الحمدلله یک عقلی هم باشه، اگر ما همین یک عقل ما کار فرمانیم، الحمدلله ما عذاب تیم او را در گردش دراریم، انشالله همچنان عقلی پررایه. میبینیم که اولین مخلوق، اولین امتی که به حضرت محمد صلی الله علیه و سلم ایمان آورد این زن بود، حضرت خدیجه. اولین شخصی که در راه اسلام جان خود قربان کرد اینم زن بود، حضرت آسیه. پس ما از زنها کمی نداریم، ما هم الحمدلله همو عضو بدنیم که الله باید داد ما دم داد، اما عقلی اونا پره بود. اونا همچنان انتیامایی که خداوند به سر اونا آورد، ما دعا کنیم که به سر ما و شما نبیاره. ما قدر ایمان مستحکم نداریم، صبر او انتیام ما نداریم. اما که ما باید میگه علم از کی از گهواره تا به گور. پروردگار رب العزت میگه بنده های هستن که پس از مرگشون میگه اونا را نگاه میکنی در سرشون همه قدر حجیره های داده بودن، یعنی عقلی که داده بودن در طول 70-80 سالی که زندگی کردن در زمین، وقتی از دنیا گذشتن همو حجیره ها خوابن، میگفت کار فرماندگی نیستن. امروز ما میگیم که ما ذهنمون کنده و دیگر ما کوشش کنیم ذکر زیاد کنیم، این عقل بیدار میشه. ما اگر او را در کار دراریم الحمدلله. امی جسد انسان باور کنه یک زواد بزرگی که کار میکنه، بزرگی یک جسد از او زواد زیاد است. امی یک جسد یک انسانی که الله او را خلق کرد، یک زواد بزرگی همین انسان از همون زواد زیاد است. وقتی زواد در کار میدروه، انسان او را در کار میدروه، بالای هر یک استغناکش انسان است. اما این جسدی که الحمدلله الله خلقش کرده، ما ایره همه خیلی تماشا میکنیم. یک بار کتابی آدم داخل جسد نگاه کنه، هر یک رکچه هایی داره که او را الله خودش میتونه در کار درآورده. میلیارد بار تا وقتی مرد این انگشتا کار میکنه، یگان بار اهمیت نمیشه. اگر این یک بار یک تشی کنه دیگه خم نشه، بعد به قدری میرسه. این دهانی ما در لقمچه آبی که قدر این زبان در گردش میدروه، ما او را اهمیت نمیشه. اما اگر دقیقه این آب دهان ما خشک شود، انسان سخن گفتن نمیتونه. الحمدلله این چشمایی که میبینیم قبینایی، میبینیم یک زنی که یک مردی که چشماش نابینای، همونجا در باید شکرانه کنیم، الله شکر میکنیم بر بینایی. این نفسی که داخل ما و شما میره با یک نفسی که داخل ما و شما میدروه و بیرون میشه، دو ملائک در خدمت است و دوبار انسان به هر نفس باید شکرانه کنه. یک ملائک نفسی ما را داخل دراره، ملائک دیگر به اجازت بیرون برآمدن میشه.
این نعمت های الله به شمار باور کنی خواهر و مادر.